درود بر شما سامیان که رادیوی موجیر است و نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با مهمترین تحولات این ساعتهای تاجیکستان و جهان مستقیما منظورتان می‌گردانیم. خبرهای این ساعت را از ولایت ساراتوف روسیه آغاز می‌کنیم. امروز با بخش خبری رادیوی موجیر خبر رسید که دیروز در شهر ساراتوف یک جوان 20 ساله زاده شهر اسفرای ولایت سوق در یک از بیماربا رئیس جمعیت تاجیکان به نام اتفاق ولایت ساراتوف دوستمراد قندک تماس تلفنی گرفتم که نام بردن از خبر مذکور را تایید کرد. طور دوستمراد قندکов شهر داد سبب مرگ جوان 20 ساله شهروند تاجیکستان جراحت‌های عمیق برداشته در نتیجه صدمه نقلیاتی میباشد که سنه 1 ایون سال روان در حدود شهر ساراتوف روسیه به وقوع پیوسته است. نفر جراحت برداشته جوان 20 ساله هموطن ما بود. نزدیک 9 روز بعد حادثه صدمه نقلیاتی در شعبه احیاگری بیمارستان بستری بود، اما متاسفانه طبیبان نتوانستند که او را نجات دهند و دیروز وفات کرد. حالا حجتگذاری او را درست داریم، ما مید را به تاجیکستان انتقال میدیم، گفت دوستمراد قندکov رئیس جمعیت تاجیکان به نام اتفاق ولایت ساراتوف فدراسیای روسیه. بنا به اسناد ترتیب داده شده از جانب ناظران راه، نقلیاتی که در آن شهروند 20 ساله تاجیکستان عبدالوهاب واحدov قرار داشته است به چراغک کنار راه برمیخورد که باعث جراحت برداری مسافر آن میگردد. سرعت نقلیات هنگام وقوع حادثه 80-90 کیلومتر ساعت گفته می شود، اما معلوم نیست که در نقلیاتی که به صدمه دچار گردیده است غیر از راننده روس و شهروند تاجیکستان نفر دیگر قرار داشته است یا نه. خبرهای این ساعته روز را ادامه میدیم و به دوشنبه می رویم. رئیس شهر دوشنبه رستم موملی دستور داده است که پیش از آغاز دعوت تیر ماهی نوسکران که از 1 اکتبر آغاز می شود شماره دقیق دعوت شوندگان را از شهر دوشنبه معین و آنها را بر روی خط گیرند. روز 9 ایون رستم موملی قرار دخلدار در این زمینه به امضا رسانیده است. خاطر رسان میکنیم که سال 2 مرتبه دعوت نوسکران به صف قواهای مسلح تاجیکستان به راه مانده می شود که در آن جوانان سنی از 18 تا 27 ساله که سبب‌های تأخیرپذیری به دعوت حربی را ندارند به صف جزو تام‌های قواهای مسلح کشور جلب کرده می شوند. شهردار دوشنبه اینچنین و مقامات مربوطه ساحه دستور داده است که دعوت شدگان را در موسم سفربرکنی در مؤسسه‌های طبابتی دوشنبه پورا از تشخیص طبی گذرانند و کمیسی‌های طبی دعوت نوسکران باید دقت مخصوص را به جای داشتن و یا نداشتن بیماری‌های سرایتی در بین دعوت شوندگان روانه سازند. جمهوری مردم چین تحقیقات مستقل سازمان جهانی بهداشت را عاید ویروس کووید 19 دستگیری میکند، اما با سیاست گذاری کردن این مسئله مقابل است، گفته است چژان خانخوی سفیر چین در فدراسیای روسیه. ما البته چنین تحقیقات را جانبداری میکنیم، اما ما سخت مقابل چنین تفتیشات در شکل فرضیه گناه هستیم، ابراز داشته است سفیر چین ضمن نشست خبری امروزه در روسیه. قید کرده شده است که پکین آماده است که یک جایه با سازمان جهانی بهداشت و دیگر کشورهای جهان همکاری کند. این وظیفه به عهده‌داری ماست، اما ما باوری داریم که معین کردن منبع کووید 19 مسئله علمی است، نه مسئله سیاسی، تاکید داشته است سفیر جمهوری مردم چین در فدراسیای روسیه. مقامات ایالات متحده آمریکا از جمله پرزیدنت دونالد ترامپ چین را منتظم متهم می‌کند که نتوانسته است پنجشنبه کرونا ویروس را سریع وقت پیشگیری کند. پنهان کردن دلایل‌ها و عکس‌العمل‌های سریع وقت از موردهای ابراز نظر حکومتداران آمریکا است که همواره چین را به آن گناهکار می‌سازند. مقامات چین بارها ابراز داشته‌اند که از آغاز سر زدن کرونا ویروس موقع گشوده و مسئولیتناک را عاید به انتشار معلومات درست درباره اپیدمی کرونا ویروس روی دست گرفته‌اند. شما مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. طبق ردبندی دیپ کنوولایچ
وضع اپیدمیولوژی در ترکمنستان که مقامات این کشور با موجود بودن ویروس کووید 19 را همواره رد می‌کنند در قاره آسیای مرکزی از همه خطرناک دانسته شد. در بین کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان در جای 71، قرقیزستان در جای 108، ازبکستان 121، تاجیکستان 124 و در سطح پسترین یعنی در جای 131 ترکمنستان جای گرفته است که در این کشور طبق اطلاع رسمی تاکنون یگان حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. در رده‌بندی کشورهای بخطرترین با وضع مساعد اپیدمیولوژی در زمینه پاندمی کرونا ویروس شویتزاریا، آلمان، اسرائیل، سنگاپور و ژاپن قرار گرفتند. جایهای آخرین در ریتینگ مذکور را در میان زیاد از 200 کشور عالم جمهوری‌های لیبریا، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری‌های چاد، مالی، رواندا و سودان جنوبی کسب کردند. رده‌بندی گروه عمیق در زمینه 130 نشاندادها با نظر داشت عامل‌ها به مانند ثمراناکی نظارت چاره‌های کرانتینی، مانیتورینگ، تشخیص و آمادگی سیستم‌های ساحه تندرستی کشورهای جهان اساس یافته است. مقامات رسمی ترکمنستان اظهارات را درباره موجود نبودن کووید 19 در کشورشان تاکنون ادامه می‌دهند. همزمان توصیه‌های اساسی سازمان جهانی بهداشت اوید به پیشگیری پنجشنبه سرایت از جمله نگاه داشتن مسافه اجتماعی و یک قطار چاره‌های گیگینی از قبیل پوشیدن نقاب‌های طبی و استفاده رسپیراتورها را تطبیق نکردند. در این زمینه ایالات متحده آمریکا برای دستگیری کوشش‌های ترکمنستان در پیشگیری ویروس کووید 19 $1.42 میلیون جدا کرد. برای آموختن وضع با کووید 19 در ترکمنستان سفر به نقشه گرفته شده کارشناسان بین المللی سازمان جهانی بهداشت و ترکمنستان که در آخر ماه اپریل باید عملی می‌گردید هنوز هم صورت نگرفته است. شنوندگان عزیز، شما ما را مستقیما میشنوید. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز است روی موج رادیو موجر و از خبرهای منطقه به قرقیزستان میرویم. دادگاه قرقیزستان سابق سروزیر این کشور سپر اسحاقов را در جنایت‌های اقتصادی گناهکار دانسته و او را در مجموع به 18 سال زندان روانه نمود. مقامات تفتیشاتی پرونده جنایتی در نسبت سابق سروزیر را به قانونشکنی‌های مالیوی هنگام تجدید استخوان‌های تاریخی در بشکک و ساختن هیپودروم در چولپان اتا ربط می‌دهند. خبر می‌دهد رادیو آزادی. دادرس پرونده اینچنین سفر اسحاقов را 247 میلیون سوم قرقیزی جریمه بسته است. شخص دیگری که در این پرونده شریک بود سابق مدیر شعبه رشد شهروندی، سیاست دینی و اتنیکی دستگاه پرزیدنت جمهوری قرقیزستان میرا قریبایوا می باشد که دادگاه او را نیز به مبلغ 260,000 سوم جریمه بست. مفتشان میرا قریبایوا را در ابتدا طبق ماده کروپسی عیبدار اعلام نموده بودند، اما بعدتر این ماده را به ماده سوء استفاده از منصب عوض کردند. وکیل دفاع سپر اسحاقов به خبرنگاران گفته است که وی با قرار دادگاه راضی نیست و نیت دارند که از بالای حکم به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت برند. در مرافعه دادگاهی روز 4 ایون ادعا کننده دولتی با نظر داشت اداره ادعای فساد در تجدید نیروگاه گرم‌دهی از دادگاه طلب نموده بود که سروزیر سابق به 20 سال زندان محکوم شود. 6 منصبدار دیگر قرقیز نیز در جنایت‌های اقتصادی هنگام تجدید و با سازی آثارخانه تاریخی ملی و هیپودروم چولپان اتا عیبدار کرده می‌شوند که پرونده‌های جنایتی در نسبت آنها در علیحدگی تفتیش کرده می‌شود. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. خبرگزاری فرغانه اطلاع میدهد که در سرحد بین ترکمنستان و ایران یک پل نوی اتومبیلی با نام سرخس گشوده شده است که این پل قادر است در یک روز تا به 1000 نقلیات‌های بارکش خدمت کند. پل نقطه‌های اهالی نشین شهرک سرخس را در دو طرف سرحد به هم می‌پیوندد. در مراسم گشوده شوی آن وزیر ساختمان و معماری ترکمنستان رحیم گاندیف و وزیر نقلیات و رشد شهر ایران محمد اسلامی نیز حضور داشتند. مقامات جمهوری اسلامی ایران ضمن گشوده شدن پل مذکور ابراز داشتند که گشوده شوی پل میتواند در افزایش تجارت بین تهران و اشخاباد نقش کلیدی داشته باشد و به ایران در گسترش رابطه‌های اقتصادی خود با کشورهای دیگر آسیای مرکزی کمک کند. وزیر نقلیات و رشد شهر ایران اظهار اطمینان کرده است که این پل برای تحکیم اقتصاد و تجارت هر دو جانب مفید خواهد بود. پل برای توسعه
ترانزیت مالها و افزایش صادرات واردات بین کشورها خدمت میکند. این دومین لایحه مشترک ایران و ترکمنستان به حساب می رود. مقامات مربوطه ایران و ترکمنستان راضی شدند که مرزها را از 1 ایون باز کنند، اما بعدتر این سنه را به 10 ایون تأخیر گذاشتند، زیرا برای به ضررگردانی در دیدبانگاه‌های سرحدی وقت لازم آمد. ایران در سرحدهای خود به کشورهای خارج 20 عدد نقطه‌های مخصوص به ضررگردانی ساخته است که باید مال‌های از مرز گذرنده را از ویروس تازه کند. تقریبا 80% تمام مال‌های وارداتی ترکمنستان در ایران استحصال و یا توسط آن انتقال داده می‌شوند. بستن سرحدها باعث ناپدید شدن مال‌های وارداتی و کمچین شدن آنها در بازارهای ترکمنستان گردیده. بالاروی نرخ میوه و سبزیجات نیز زیاد به نظر رسیده است که قسمت زیاد آنها از جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان وارد کرده می‌شوند. شنوندگان عزیز، در طول بیش از 12 دقیقه شما نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با تحولات تاجیکستان و جهان مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید تا ساعت بعدی با خبرهای تازه. برنامه‌های دیگر رادیو موجر را در روی موج رادیو پیگیری کنید.